ابتدا نگاهی کوتاه می‌اندازیم به محتوای برنامه. هوای دوشنبه پاکیزه‌تر می شود. مقامات میگویند تا چند سال دیگر کارخانه سمنت در کنار پایتخت تاجیکستان را ویران می کنند. جمهوری مردمی چین بعد از یک هفته سکوت گزارشات درباره پاسگاه نظامی‌اش در ناحیه مرغاب در بدخشان تاجیکستان را شرح داد. دختری 14 ساله را تجاوز کرد، وعده داد ازدواج میکند ولی به روسیه به مهاجرت کاری رفت. سرنوشت قربانیان تجاوز جنسی در تاجیکستان. خیلی من آرزو داشتم منم تقییم به تکلم کرده که همین در به فتح سفید برم میگه که من عبورشون اختی کرده. تفصیلی خبرها. وزارت صنعت تاجیکستان میگوید از حکومت دستور گرفت که کارخانه سمنت، یکی از کارخانه‌های کلانترین استحصال محصولات ساختمانی، در کنار دوشنبه را به دیگر جای کوچاند. کارخانه مذکور که نیروگاه راغون را هم با سمنت آن میسازند، یکی از منبع‌های آلودگی هوای دوشنبه به حساب می رود. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانی تیم. نمی چنگی بوریش تا سر بودم قدر میشه من. اگر ماشین از شویم اگر نیم ساعت پس میخیزی با هم که سمنته. این غبار ماشین علی جان از کارخانه استحصال سمنت است. میگوید از تاثیر آن مجبور است ماشینش را رنگ کند. کنیش تاثیر میکنه من نه کاسکا میکنه تمام. نه. اما غبارش همین سمنته. در برابر علی جان صدها خانواده دوشنبه 10 ساله ها باز از غبار کارخانه سمنت رنج میبرند. این غبار بالای بام در یک هفته جمع شده است. ساکنان میگویند هفته پیش بالای بامشان تازه بود. تا سال 2012 این کارخانه با گاز طبیعی ازبکستان فعالیت میکرد و پس از قطع شدن آن یک مدت بیکار خوابید. تنها سال 2013 این کارخانه با قرض شرکت‌های چین به استفاده انگیش گذشت. عین زمان این کارخانه در یک شبانه روز تا 1000 تن سمنت استحصال میکند. کارشناسان زیست محیطی میگویند به سوزشواری انگیش گذاشتن کارخانه سمنت بر اضافه مرکز برق و گرمیدهی دوشنبه دو که همچنان انگیشت میسوزد هوای شهر را غلیظ کرد. خبر کوچاندن کارخانه استحصال سمنت تاجیک که در قسمت شمالی شهر دوشنبه جایگیر است، ساکنان اطراف آن را خوشحال نموده است. ایران از بشه و چند بگی اما تو شما بشه همش اسمی بیوازی کاملی با سفتا میکنیم شب سر میخزیم که یک بجب خاک چنگ معلوم میشه آخه سر میخزیم ایروی چنگ ماشین میبینی که همون نفس میکشیم. بنابر طرح گنرالی شهر دوشنبه در 3 سال آینده قرار است کارخانه سمنت تاجیک را از محل اهالی نشین کوچانند. مسئولین میگویند حالا درباره به کجا کوچاندن کارخانه مذکور چیزی گفتن نمیتوانند. در همین حال فراز، یکی از شرکت‌های داماد امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان، در شفت دست راست بالاتر از بنای کنونی سمنت تاجیک به ساختمان کارخانه نوی سمنت آغاز کرده است. شادمانی تیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه. مقامات چین میگویند همکاری‌های نظامی که با تاجیکستان دارند به منفعت هر دو کشور است و به ضد هیچ کسی نگرانیدن نشده است. نمایندگان وزارت دفاع چین در این باره بعد از آن صحبت کردند که روزنامه واشنگتن پست نوشت چین در تاجیکستان یک پاسگاه نظامی دارد ولی نمیخواهد کسی از آن آگاه باشد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده. بعد نشر گزارش درباره حضور سربازان چینی در قلمرو تاجیکستان، وزارت مدافع چین از همکاری‌های نظامی با این جمهوری آسیای مرکزی حمایت کرد. روز 28 فوریه، سخنگوی وزارت مدافع چین رن گوکیانگ به خبرنگاران گفت: همکاری‌های چین و تاجیکستان بر پایه قانون‌های بین‌المللی و قطعنامه مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد عملی شده به منفعت مردم دو کشور، نظامیان آنها و نظم و ثبات منطقه است. در عین زمان این مقامدار نظامی چین مثل اظهارات پیشتره کشورش تاکید کرد
در آن منطقه دولان وخان که به افغانستان مربوط است سربازان چین حضور ندارند. طبق بعضی گزارش‌های تا هنوز تصدیق نشده در منطقه معروف با نام دولان وخان که در دامنه هندوکش قرار داشته از شمال آن تاجیکستان و از جنوب آن پاکستان جایگیر می باشند حرکت ماشین‌های نظامی چین مشاهده شده است. ظاهراً مقامداران پکین می‌خواستند پایگاه نظامی در تاجیکستان را که در آن سربازان ارتش مردمی چین مستقر هستند پنهان نگه دارند. اما ماه گذشته روزنامه واشنگتن پست از منبع اول درباره حضور شماره بزرگ نظامیان چین در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان معلومات داد. وظیفه این سربازان معلوم نیست و سخنگوی وزارت مدافع چین هم در این باره تفصیلات نداد. ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان با ولایت ناآرام شینجان چین هم مرز است. بعدی آشوب‌های جدایخواهان مسلمان شینجان، چین در این ولایت حضور نیروهای امنیتیش را به طور قابل ملاحظه تحکیم بخشیده است. یک دختر تاجیک میگوید مقامات انتظامی شکایت‌های او درباره تجاوز جنسی شدنش را نادیده گرفتند و به دادش هم نمیرسند. جوانی که به تجاوز متهم شده است به گفته سیوره کریمووا اول وعده داد با او ازدواج میکند ولی سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. سیوره راضی شد آشکارا درباره این حادثه با رادیوی آزادی صحبت کند، کاری که دختران تجاوز شده در تاجیکستان از ترسی بدنامی نمی کنند. گزارش شهلای عبدالله و زرنگیز نوروزشاه درباره همین دختر است. زیخ میشم. خیلی من آرزو داشتم مرم تقییم به تکلون کده که همین در به فتح سفر برم میگه که من آبروشون اکتی کده که سیوره 14 سال داشت. مادرش در مهاجرت کوری بود. از مکتب برمیگشت. جوانی با بهانه تا خانه رسوندن او را به ماشین سوار کرد و جای دیگر برد. بعد خانه خالم میرفتم باید تو سری ماسم میبرد ای جان. بعد یکم گفت مغازین میرم، گفت خشلا خشلا مغازین درآمد ارسیکولا خرید. نمیخرید گفتم میخرم. ما ارسیکولا خودم خوام بود. عبید بود خوام بود. بعد چند خود میخواستم طرف کالخوز ادیرو دایم. بعد خواستم گیره کردم گفتم تو مرا چیکو کردی استوسم کتیش گپ زدم هیچ کنه کردم نه ترس من تیا میگیرم هم خیلی گپم گفت من خودم نفهمیده بودم. بعد اینجا آمدم فرامدم ای تاکسی ای ماشینش فرامدم راه در دختره گفت که اپا گفت پشتی کرتات خونه با هم جدم عقلم نمیگرفت او چیه او چی خلیش دیگه اگون چرا عقلم نمیگرفت. با اول فرار من اومدم خونه خودم دلم خودم دور رفتن گرفت. سیوره ادعا دارد تجاوز شده است. بعد آشکار شدن حادثه زیر طعنه و ملامت خویشان و مردم ماند. هم پدر و مادر دستگیری نمیکنند، هم خودش ضرر جسمانی و روانی دیده است، هم جامعه قبول نمیکند. بعضا در مکتب هم میفهمند مثلا با یگان دوگانه‌اش گفته باشد در بین دوگانه ها همسنفان آوازه میشود. مکتب در معلمات در مجلس گپ میزدن من طلبه دخترای آبشی مجلس دخترا میشه میگفتن که خیرنگه هم نشوین هم دخترم خیلی شد با من هم میامدن دخترا میگفتن که در مجلس تر گپ زدن روسای تا هم خیلی شده. باشون که نرفتیم. بعد دیگه نرفتم. من کتی همسایه در بدر خودم گپ زدن دیدم. اقربای سیوره جای شکایت به پلیس برای به قبل خودشون به آبرو نشدن راه مصالحه جستند. اون طرف هم گویا راضی شد به شرط ننوشتن شکایت سیوره را کلین کنند. برای هم از پشت خواهد کردم که میگیرم از سرم نگیر فکر اختلاف مسکو. حالا اقربای سیوره پشیمانند که سازش کردند. بهتر می بود به پلیس شکایت میکردند. موضوع حفظ ناموس یگانه مانع برای بررسی حوادث تجاوز جنسی در تاجیکستان نیست. پنهان میکنند و بعد چند سال گپ میزنند، یعنی جنایتکار رو علاقه یافتن غیر امکان است. به قول حقوق شناسان نورسان در سیمای والدین دوستان خود را نمیبینند و پدر و مادر هم به وقوع آن دختر را مذمت میکنند. کودکان تنهایی میجویند، از آدمان دلخنک میشوند، از با یار و رفیقان دیگر به یگان کس
باور نمیکنند و آهسته آهسته همین خیل بعد خودشان رو با دست خودشان به راه بد میبرند. در 2 سال اخیر در تاجیکستان 120 حالت علاقه جنسی با نوبالغان و تجاوز به قید گرفته شده است، اما مقامات نگفته است که چند تای آن اثبات خود را یافت. امروز در اینترنت گزارش‌های زیادی است که روز 1 مارس روز بین المللی کامپلیمنت و یا لطف و خوشگویی است. کسی چنین روزی را رسما تعیین نکرده است، ولی با استفاده از فرصت خبرنگاران، رسانه‌ها در این باره زیاد صحبت می‌کنند. همکار ما برات یوسفی هم در این روز با راهگذران در دوشنبه درباره اهمیت لطف و مرحمت و خوشگویی صحبت کرد و گزارش او را همراه می‌بینیم. تعدادی از مردهای تاجیک بر اینند که اگر به خانه با دستی پر رویم، همین برای همسرانشان کامپلیمنت و یا خوشگویی است. البته این را به شوخی میگویند، اما تاکید میکنند که هر یک خوشگفتاری مخصوصا به همسر برای هر دو الهام میبخشد. اگر وقتی با مزه کنم میگیم مقصد دستات درد نکنه، به حد غذای تمامی بهتر با لذت کردی که همون زن مقصد بگه که ما همی خود به مهر و محبت کردم که با همون خرسان میشدم مقصد. اما برخی از جوانان تاجیک میگویند کامپلیمنت یا خوشگویی کردن برایشان عادت شده است و نه تنها عادت. در همه کوچه همه دخترها شروع میگن کامپلیمنت چون میکنیم، ولی که دختر تاجیک دستای یک ما کامپلیمنت کنیم. هرچند معمولا زنها و دخترها منتظر خوشگپی و یا کامپلیمنت از سوی جوانان و مردها هستند، اما یک گروه دخترانی هستند که میگویند برعکس خود آنها به دیگران خوشگویی کردن مقبولشون است. در بیشتر مورد من به دوستانم کامپلیمنت میکنم، به خاطر که برای تو بیشتر خوش میآید وقتی که به دوستت خوشگپی میکنی و او هم خوشحال میشود. او به احساسات خودش تو رو خوشحال میسازد. برخی از جوانان میگویند در شرایط فعلی کامپلیمنت و خوشگویی کردن زیاد مشاهده نمیشد و آدمان باید فراموش نکنند که بعضا موارد کامپلیمنت کردن برای رشد انسان و موفقیت دیگران ضرور است. شرط نیست جوان به دختر و دختر به جوان کامپلیمنت یا خوشگویی کند. باید برای مثال به دوستت گویی که تو تبسم زیبا داری یا این بارانی نو برایت خیلی زیبیده است. این به آدمان کمک میکند، مخصوصا به جوانان. برخی زنها میگویند بعضا موارد کامپلیمنت و خوشگویی را از نفری میشنوی که انتظارش نیستی، اما از افرادی که خوشگویی انتظاری هیچ نمیشنوی. دانشجو دختری که من درس میدهم به من گفت معلمم من شما را مثل مادرم دوست میدارم. من خیلی خرسند شدم. به من مردها کامپلیمنت نمیکنند. نه نمیکنند. نه با عقیده روانشناسان کامپلیمنت و خوشگویی کردن به نفر دیگر مربوط به وضع روانی، طبع انسان و شرایط جامعه است. برخی آدمان به خاطر از حالت بد روانی و ناامیدی بیرون کردن نفران نزدیک و دوستانشان به آنها خوشگویی میکنند که این رفتار بیانگر خصلت بشردوستانه خود افراد است که به هر نفر دیگر خوشگویی میکند. تاجیکستان بعضی‌ها مرز خوشگویی را می‌گذارند که آن به قول خودی تاجیکان گپ پرتایی و آزار لفظی راهگذران و به خصوص دختران است. مسئله آزار لفظی دختران تا چند ماه پیش یکی از مسئله‌های داغ بحث در شبکه‌های اجتماعی در تاجیکستان بود. و خبر دیگر، دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی در شهر دوشنبه یک جوان دختری ترکمن تبار تاجیکستان را برای لطوکوب دانشجوی در شهر دوشنبه جریمه بست. دادگاه روز 1 مارس خبر داد که دلفوزه جمعه و دانشجوی سال سوم دانشگاه آموزگاری را برای اوباشی و ویران کردن ترتیبات جمعیتی و لطوکوب یک دانشجوی ترکمن در پشت دانشگاه 5000 جریمه بسته است. و رسیدیم به پایان برنامه امروز. اخبار و گزارش‌های بیشتر در وبسایت azadi.org و هم ویدیوهای زیاد در کانال آزادی ویدیو در یوتیوب. برنامه‌های ما را در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک هم می‌توانید ببینید. روزهای استراحت خوبی داشته باشید.